صبح 14 آگوست در میدان 7 سالگی وادی وحش آزمون ولایتی نان و محصولات نانی تحت عنوان نان شدم شایسته هر خان شدم برگزار و جنببست گردید. در آزمون مذکور معاون رئیس ولایت ختلان اکرم سلیمانزاده، رهبران تشکیلات اداره‌ها و کدبانوهای شهر و نواحی ولایت شرکت داشتند. اقدام مذکور با مقصد اجرای بند 28 جدول برگزاری فستیوال نمایش عید و آزمون‌های عنعنه و هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2019-2021 که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 27 ژانویه سال 2020 تصدیق گردیده است راه اندازی می‌گردد. هدف اساسی برگزاری این آزمون از احیای عنعنه‌های ملی و عمومی گرداندن سنت‌های بهترین نانپزی نیاگان، ترغیب احترام به نان و هنرهای نانپزی، نمایش پختن نوع‌های گوناگون نان منطقه‌های مملکت، هوسمندکنی شهروندان برای سرفکنانه و ماهرانه پختن نوع‌های گوناگون نان منطقه‌های جمهوری، به نسل‌های آینده میراث گذاشتن این طرز و اصول پختن نان، هرچی بیشتر احیا و ترغیب و تشویق کردن نمودهای نان و محصولات نانی، پرهیزی در ولایت، شهر، ناحیه‌ها، جماعت‌های شهرک و دهات، دهه و محله‌ها عبارت میباشد. در آزمون مذکور تشکیلات و مؤسسه‌ها و اداره‌ها محصولات نانی خود را به نمایش گذاشتند. مورد به ذکر است که زنان و گلدختران ختلانی در آماده و پختن نان مهارت بلند دارند. با همین مقصد در قسمت دیگر چهارمینه مذکور بین کدبانوها آزمون برگزار گردید. سپس از جانب کمیته تدارکات غریبان آزمون و پیشقدمان معین کرده شده. به همین طریق جای یکم نصیب شهر بختر، جای دوم شهر کلوب و مقام سوم نصیب ناحیه می سید علی حمدانی گردید و از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان با سپاسنامه و تحفه‌های خاطره‌ای سرفراز گردانیده شدند. در این روز اهل فرهنگ ولایت با دستگل ترانه و رقص خاطر اشتراکچیان آزمون را تا در بالیده گردانیدند. نبی جان سید ابرار، فردوس عمرов، روزنامه ختلان.